ما در نزد منزل زیست سابق فرمانده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خلمرودوف قرار داریم. سعدی خلمرودوف که اصلا با نام سعدی کماندیر مشهور بود و طی یک هفته می شود که اون گمنام است و اما از طرف مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جمله از طرف ریاست کارهای داخلی ناحیه دنقره مورد جستجو و بازجویی قرار دارد، ولی تا حال حاضر سرنوشت اون معلوم نیست که آیا او زنده است و یا اینکه کشته شده و به دریا انداخته شده است. روزهای آخر سعدی در باغ نزد نیروگاه آبی و برقی بایغازی هم فعالیت داشت و هم صاحب یک باغ بود که در اینجا اصلا روزهای آخر زندگی میکرد. در تا حال حاضر اون سنگ‌هایی که در لب سنگ‌های خونالودی که در نزد ساحل دریا پیدا کردن تفتیشات روشن نکرد است که این سنگ‌های خونالود به خون سعدی مطابقت میکنن یا نه. و در حال حاضر نزدیکان خود سعدی خلمرودوف میگن که سوال‌های زیادی حالا جای دارد که روشن نیست که این کشته شده است و یا ناپدید شده است یا با این چی حادثه رخ داده است. ولی کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگویند که تنها از دریا، از جایی که گفته می شود که او به دریا غرق شده است، عرابه او را پیدا کردند و همین که گفتم چند سنگ را پیدا کردند. یعنی سوال‌های زیاد مرموز جای دارند که هنوز روشن نیست که سعدی خلمرودوف کشته شده است یا که دزدیده شده است یا ناپدید شده است.